هذا النور شفاء صدور. زنا کردن یکی از گناهان بزرگ این زنا کردن است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که نظری به شهوت کند در زنان نامحرم، الله تعالی بفرماید دو چشم او را پر از آتش کنند، آنگاه او را به دوزخ اندازند. و اگر بوسه کند زنی بیگانه را یا سخنی فحش گوید، به هر کلمه‌ای که گفته باشد 1000 سال او را در دوزخ عذاب کنند. هر کی میانه روی کند میان مرد و زنی بیگانه، الله تعالی بهشت را بر وی حرام گرداند و جایش دوزخ باشد. در حدیث آمده است که گناه یک زنا با عورت همسایه زیاده از 10 زنا است که جای دیگر کند. گناه یک زنا با زن شوهردار بسیارتر از 1000 زنایی است که با زن بی شوهر کند. کسی که به 4 پایان نزدیکی کند در لعنت خدای تعالی گرفتار شود. ای برادر، همین افعال بد را کسی که در خاندان تو انجام دهد تو روا نمی‌داری، پس خویشاوندان او نیز روا نمی‌دارند. الها ما مسلمانان را از هر چی نباید و نشاید نگاه داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.